من جان راحتم، من مشکل ندارم. والله قسم الان از وقتی بیرون شدم راضی ترم، قسم قابل قیاس نیست. میگم آقا ما قرار یه تعامل بکنیم برای اینکه اصلاح طلبا تو صحنه باشن. کل تعامل برای این میشه که بهزاد قبول بیاد تو زندان، نه تو زندان. من حاضرم اعلام بکنم که تقلب نشده. اعلام بکنم. به حضرت عباس تا آخر باقون میام. حاضرم براتون بنویسم که تا آخر زندان رو میکشم. ببین یه وقت مال نتیجه انتخاباته، بپاشونش رو نگه کن. ما که تمکین کرد.